به معرفی یکی از بزرگترین فارم‌های شترمرغ در شهر کابل. و این برادر ما که اینجا هستن گفتین اگه اینا را میشناسن دیگه. دقیقی شترمرغ یک خاصیت داره، وقتی که یک نفر عادت کرد با عین جامه و با عین کالا و با عین یونیفرم باید داخل برشان بیاید. به خاطر که اگر با یک یونیفرم نبیاید این باز استرس پیدا میکنه. از خاطر که یک نفر عادت میشه باز مشکل نداره. مشکل نداره. کتی ما فعلا عادت ندارن یا؟ نه مشکل بازی او خطری نیست، به خاطر که تالی چوچه است. خرد هستند، ضرری نیستند. چه وقت هستند؟ کی تقریبا 15 ماهه هستند. 15 ماهه کلان است. 15 ماهه بله. خب از شما این قسم که می‌بینید چه تعداد زیاد شترمرغا هستند که نیکپ مندازال. ما چرا ناق دست مدام چی بتم. شما خیلی بار دستان پیش کنید که مطمئن شویم. خطرناک نیست. خب یک مورد باید نظر بگیریم. ایره باز میشه که ما ببینیم یا اجازه نیست؟ اجازه است. اجازه است؟ که یک دانه‌شو ببینیم، یک تصویر داشته باشیم. در هر ماشین چند دانه تخم می باشه؟ تا 140 120 دانه می باشه. یعنی چند دانه است؟ دیگه 80 دانه است. 80 دانه. و اینا سرعت بزرگ شدن از جای زیاد است فکر کنم، رشدشان یعنی سریع است. دقیقاً این بسیار زود رشد میکنه، بسیار زود وزن میگیره. اونو که شما دیدید او تقریبا 15 ماهه بود و این هم 15 روزه. اگر مقایسه بکنیم بسیار زود رشد میکنه. زود رشد میکنه و جای از این باید نسبتاً متفاوت باشه. باید ما حرارت مصنوعی برایشان ایجاد بکنیم که شما میبینید اونمو توسط گروپ ما حرارت برایشان جور کردیم. یک چیز دیگه ای که چشمای از اینا خب چشمای کلان بسیار مقبول و بسیار چشمای کلان دارن. وقتی طرفشان میبینی میترسی ازش، میگه که شاید ضرر برسونه، ولی فقط اینا همین یک قسم کپ مندازن. کپ مندازه و باز خطرناک نیست، اما یگانتاش وقتی که اگر این برای نسل گیری باشه او باز از محیط خود بسیار دقیق محافظت میکنه. او باز حتی یک لغت هم میکنه که بسیار خطرناک است، اما این تا حالا برای نسل گیری شروع نکرده چون چوچه است. از محیط خودم و قضیات دقیق محافظت نمیکنه، از خاطر این خطرناک نیست. یعنی یک دانش پیش اومده سلام علیکم نمیفهمم. سلام و وقت بخیری خدمت شما هموطنان عزیز. امیدوارم هر کجایی که هستین و بیننده برنامه ما هستین جور و صحت و سلامت باشین عزیزا. باز هم من نیلوفر رحمانی از چینل یوتیوب کابل شو در خدمت شما عزیزان هستم. عزیزا امروز با یک برنامه متفاوت در خدمت شما عزیزان هستم. آمدیم به معرفی یکی از بزرگترین
فارم های شترمرغ در شهر کابل که اینجا شترمرغ نگهداری میشه. البته چوچگیری میشه، اینجا نگهداری میشه از شترمرغ. میریم و از این فارم دیدن میکنیم عزیزا. امیدوارم که یک برنامه خوب تقدیم شما عزیزان کنم، ما را همراهی کنین. بریم داخل. دروازه شان هم بسته است که دروازه. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر. ما از رسانه هستیم، رسانه کابل شو هستیم. بله، اگر اجازه شما باشه که ما بریم داخل. میشه اجازه گرفتن اول سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر. زنده باشین. اجازه است داخل بیایم؟ بفرمایید. کمی تلفنی میزنیم که شما تلفنی میشیم؟ اجازه بدید. بفرمایید. خب دفعه ما؟ آره دفعه کن. شالودگی چیزی دارم. خیر ببینید. احتیاط میکنیم. بسیار ببخشید شما. خواهش میکنم. بخیر باشین. درست است. برای همکار ما رو که اینا ضدعفونی کنن و بریم مقصد داخل که هم امیز ضدعفونی کردنشون برای ما خوب است و همچنان شاید بریم شترمرغایی هم که در داخل است. خب این داخل میریم. خب ما همین مسائل صحی را هم مراعات کرده آمدیم به داخل فارم و در کنار ما کسی که مسئول همین فارم است اینجا هستن و صحبت می داشته باشیم همراهشان. سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت بخیر. بخیر آمدین. تشکر. بخیر باشین، زنده باشین. میشه خدا یک معرفی کنین؟ سعید بارک مبارز، مسئول فارم خیبر شیرزای. بسیار خوب. آقای مبارز، امروز ما آمدیم که از می فارم، البته یکی از بزرگترین فارم ها از در کابل که دیدن کنیم، فارم شترمرغ است. من بسیار مشتاق هستم که برم نزدیکتر از اینا دیدن کنم که اینجا قسم که گفته شده بدون شترمرغ و چیزای دیگه هم هست. بله، بخیر آمدین با فارم خیبر شیرزای. قسمی که شما میبینین ما بخشای مختلف در این فارم داریم. بخش عمده ما شترمرغ هست. ما هم میخوایم که اول از شترمرغ شروع بکنیم. انشالله باز با مرور زمان مرحله به مرحله تمام بخشای را تشریح میکنیم. بعد بفرمایید وقتی صحبت کرده بریم و میشه اول شما بر ما کم درباره این شترمرغا بگوین که چقدر وقت میشه که این فارم را کارش آغاز کردین؟ تقریبا 3 سال میشه که ما این ساحه را برشان آماده کردیم و کار شترمرغ شروع کردیم. خود در مورد خود شترمرغ اگر معلومات بدیم، اصلا خود شترمرغ یک حیوان افریقایی صحرایی است. منشأش هم از افریقای جنوبی شروع شده، یعنی اصلا از افریقای جنوبی هست. بعد از او که مردم مزیت‌های شترمرغ دیدن، شروع کردن به ایجاد فارم‌های شترمرغ که حال تقریبا در اکثریت کشورهای جهان فارم‌های مختلف شترمرغ موجود هستند. و خوشبختانه که ما گفته میتونیم که در افغانستان هم تقریبا از دهه 90 شمسی شترمرغ در افغانستان وارد شده و کارایش شروع شده است. و همین نگهداری خود شترمرغ هم خب یک چیز است که باید ما در بلدیت داشته باشیم. یعنی کسایی که نمیفهمند دربارش خب نمیتونن نگاه کنن فارم داشته باشن. شترمرغ یک خوبی داره. خوبیش در این هست که وقتی که اگر شترمرغ وقتی که کلان شد، باز این در مقابل امراض مختلف مقاومت بسیار بالایی دارد. در اول بعد وقتی که چوچه باشه حتما باید ما او را واکسین بکنیم، چون بعضی واکسین هست که باید برشان داده شود و کاری از این قضیات سخت نیست. مثلا میشه که ما با 1 یا 2 مشوره هر کس که برشان مشوره بدیم میشه که این نگهداری بکنه، به خاطر که در اول نسبتا سخت است. یک چیز ناآشنا هست در افغانستان، اما کارش قضیات سخت نیست. در مجموع این در وقتی که خرد باشه، در درجه حرارت و رطوبت و جایش یک کمی دقت میخواد. بعد از اینکه کلان شد این میشه در فضای آزاد اعلام شود، هیچ نوع مشکلی باز ایجاد نمیکنه. بسیار خوب. خب از ما این نزدیک هم شدیم، میریم نزدیک شترمرغا دیگه. برنامه را شما حضور بیننده باشین، ما رو همراهی کنین.
خب عزیزا بسم الله گفتم تو میریم اینجا داخل خود اینمی فارم است که ایم شترمرغا و حدود چند دانه شترمرغ است اینجا؟ در مجموع حدود اینجا خب کم است، در مجموع در این فارم 200 دانه شترمرغ هست. 200 دانه شترمرغ. بله. خب این ضرر خیا نمیرسه؟ نه مشکل نداره این. هیچ گپ نداره. تو خوش کلشون این طرف میاین و این برادر ما که اینجا هستن گفتین اگه اینا رو میشناسن دیگه. دقیقی شترمرغ یک خاصیت داره، وقتی که یک نفر عادت کرد با عین جامه و با عین کالا و با عین یونیفرم باید داخل برشان بیاید. به خاطر که اگر با یک یونیفرم نبیاید این باز استرس پیدا میکنه. از خاطر که یک نفر عادت میشه باز مشکل نداره برشان. مشکل نداره. کتی ما فعلا عادت ندارن یا؟ نه مشکل بازی او خطری نیست، به خاطر که تالی چوچه است. خرد هستن ضروری نیستن. چقدر وقت هستن؟ کی تقریبا 15 ماهه هستن. 15 ماهه کلان است. 15 ماهه بله. اینا تا چقدر وقت عمر میکنن؟ عمرش تقریبا تا 60 سال است، بالاتر از 60 سال، اما ما باید عمر اقتصادی از این بسنجیم. این دو حالت داره. اگر ما این بخوایم برای کشتار آماده بکنیم، عمر اقتصادی از 1.5 الی 2 سال است. ای به این معناست که مثلا تا 1.5-2 سال دانه‌ای که برشان میتیم این وزن خود میگیره، برای ما اقتصادی تمام میشه. بالاتر از او اگر ما این را نگهداری بکنیم دانه میخوره، او وزن باز نمیگیره. یعنی با کشتار ما باید این را تا 1.5 الی 2 سال با بازار عرضه بکنیم. اما اگر ما این را بخوایم برای نسل گیری باشه برای نسل گیری، این با عمر اقتصادی از 25 الی 30 سال است. یعنی تا 25 30 سال این میشه که ما از این استفاده نسل گیری بکنیم. برای ما اقتصادی تمام میشه. اینا حتی میتونن که وزن یک نفر بردارن، یعنی ببرن یک نفر از یک جای، نه؟ دقیقاً یک نفر خوب به راحتی برده میتونه، به خاطر که پایه‌های از بسیار مقاوم هستند و بسیار با سرعت هم میره. اما او باز پیش از پیش باید ترنینگ شده باشه، اما ما تا تربیت نکردیم. یا خودشون هنوز خرد هستن. هنوز خرد هستن، از این خوردی باید تربیت شود. یعنی موضوع دیگه که اینا بسیار تیز میدون. دقیقاً سرعت از تقریبا 40 مایل در ساعت است، بسیار تیز میدوه. اما این اصلا پرنده هست، اما این پرواز کردن نمیتونه. حال در سرعت بسیار تیز دادن. در پای میشه که تقریبا 40 مایل در ساعتی حرکت بکنه. بسیار خوب. و چی قدای بلند؟ قدشون بلند نیست، گردنشون بلند است. خود قدش هم اگر ببینیم پایه‌اش هم بلند است و گردنش هم بلند است. با اینا نظر به سن سال خود بلندتر شده میرن، نه؟ تقریبا تا وزن میگیرن، بلند میشن. بله، با مرور زمانی هم وزن میگیره، هم بلند میشه. نهایتش تا 2.5 متر هم بلند میشه. از او باز به بلند نمیشه. از اینا چی است؟ خوراک از این وقتی که خرد باشه یک دانه خاصی خود برشان آماده میشه یا میشه از دانه مرغ هم برشان استفاده بکنیم. این هر چی قدر که کلان شده میره باز خود از کلانی از که خوراک مرغ خود اول خوراک مرغ داده میشه برشان. وقتی که خرد باشه، چوچه باشه، مثلا چوچه تقریبا 800 گرمه می باشه، بازی که هر چقدر کلان شده میره خوراکش تغییر میخوره. مثلا ما میشه که رشقه را برشان اضافه میکنیم، اصل خوراک از اینمی هم رشقه است، باز رشقه را اضافه میکنیم دانه را کم، نهایتش میشه که ما وقتی که کلان شود 2 کیلو دانه را مصرف میکنه که در از یک یا 1.5 کیلو رشقه، باقی مانده ایشان دانه که دانه ایشان از جوار و سیابین و جو و کلسیم از این برشان گرد میشه که رشقه یک جای در روز 2 مرحله برشان داده میشه. و یک چیز دیگه ای که چشمای از اینا خب چشمای کلان بسیار مقبول و بسیار چشمای کلان دارن، وقتی طرفشان میبینی میترسی ازش، میگه که شاید ضرر برسونه، ولی فقط اینا همین یک قسم کپ مندازن. کپ مندازه و باز خطرناک نیست، اما یگانتاش وقتی که اگر این برای نسل گیری باشه او باز از محیط خود بسیار دقیق محافظت میکنه، او باز حتی یک لغت هم میکنه که بسیار خطرناک است، اما این تا حال برای نسل گیری شروع نکرده چون چوچه است، از محیط خودم و قضیات دقیق محافظت نمیکنه، از خاطر این خطرناک نیست. یعنی یک دانش پیش اومده سلام علیکم نمیفهمن ولی خوب است که اینجا بیادر هستن متوجه از نام باشه، هر چی نباشه بازم اینا نمیشه سر می حیوان اعتبار کرد، نه یکم باید متوجه باید باشیم، در هر صورت باید متوجه باشیم. دقیقاً حالا کجا میره نومان جان از ما کدام میترسه، میره پشت سر نه ضرر نمیرسونه، این تا جایی که ما دیدیم مشکل نداره ان شاء الله، خطرناک نیستن. میشه برای گوشت ازی بر ما بگن، میگن گوشت ازی بسیار یکم پیشتری طرف بیان که استاد شویم
گوشت ازی خورده میشه، از گوشت استفاده میکنن؟ دقیق، گوشت ازی فوق العاده فواید صحی داره. دکترها هم در این مورد تحقیقات کردن. دکترهای خارجی، مؤسسات خارجی تحقیق کردن. گوشت ازی فوق العاده گوشت صحی هستند و گوشت شیرین است. یعنی این کم چربترین گوشت در بین گوشت های سرخ هستند. اصلا گوشت سرخ است، باز کم چربترین و سالمترین و صحی ترین گوشت در بین گوشت ها است. گوشت شترمرغ بسیار لذیذ هم است که میشه باز ما امروز نوش جانش هم بکنیم. زنده باشین، تشکر. عزیزاش، من یک تصویر را بیننده باشین. اینا کمره را دیدن، یک رقم وارخطا شدن تمامشان. تا اینجا دیگه تونستیم بیایم از این میریم پیشتر. شترمرغای کلانتر هم از این که کلانتر است، اینا هنوز خرد هستن. گفتن 15 ماه هست اینا. 15 ماه هست هنوز اینا خرد هستن. از این که بزرگترش هم هست که میریم از اونا هم یک دیدن میکنیم. ایزا ما را همراهی کنین. خب اعزای بیننده، ما آمدیم پیشتر. البته اینجا جایی است که امی شترمرغای کلان را که گفتیم در اینجا موقعیت دارن و به دلیل از اینکه گفتن اینا از محیط خودشان خوب محافظت میکنن، به اون دلیل ما نمیتونیم داخل بریم چون اینا ضرر میرسونن. خصوصا این سیاهیش که شما در تصویر میبینین درست است، به این دلیل ما نمیتونیم که داخل بریم. دقیقاً قبلا که یادآوری کردیم که وقتی که به نسل گیری شروع بکنه، ای از محیط خود با یک دفاع بسیار قوی محافظت میکنه. چون اینجا مشخص هم است، نر و ماده در این مشخص است. این سیاهیش نر است، اونم دیگه‌اش که است ماده هست. یعنی اینجا تقسیم بندی شده. اوی بسیار دقیق محافظت میکنه. ما اگر داخل بریم خدا نخواسته باز ما شما اوگار نکنه، از خاطر داخل نمیره. اینا چند سال هستن؟ تقریبا 3-4 ساله هستن. 3-4 ساله هستن که اینا کلانترینشون هستن. اینمی کلانترینش هست. این برای نسلگیری است، کلانش هست. میشه برای نسلگیری از برای ما بگوین درباره تخمگذاری از اینا در یک بار یعنی چند تخمگذاری میکنن؟ ای تقریبا بعد از 18 ماهگی این سری تخم میآید و در سال اول خود یک تا 20 دانه تخم میندازه. بعد از او هر ساله از 60 تا 120 دانه تخم میده. یعنی میشه ساله در یک سال. و شروعش هم در جاهای متفاوت مختلف هستند. فعلا در این ساحه در ماه هود شروع به تخم گذاری میکنه. بالاخره تا خزان این تخم میده، به خزان تخم بسته میکنه. پس با دهود تخم گذاری را شروع میکنه. یعنی شما همه ساله از اینا چوچه گیری میکنین؟ دقیقاً. ما که گفتم که عمر اقتصادی نسل گیری که است او 25 سال است. این به این معناست که از این هر ساله ما میشه تخم بگیریم و این هر چقدر که سنش زیاد میشه تا 25 سالگی این تخمایش کیفیتش هم بالا میره، خوبترش هم میشه، چوچه را بهتر میکشه. خب که شما در یک سال یعنی در یک سال 100 چند دانه گفتین؟ از 60 تا 120 دانه. تا 120 دانه. خب میشه در یک سال یک دانه از 120 دانه تخم بانن. بله. این چقدر تعداد از زیاد میشه؟ خب ما که گفتیم که اصلا ما باید بگیم که چرا ما شترمرغ انتخاب بکنیم. بله. هدف نمی است که شترمرغ فوق العاده یک پرنده اقتصادی هست. میشه از تخمش استفاده شود، یعنی درآمد بسیار خوب گوشتش داره. از گوشتش، از پرش. بله. یعنی فوق العاده یک درآمد خوب داره، یک پرنده اقتصادی هست. از خاطر ما این سرمایه گذاری را از خاطر کردیم که تا مردم کشور ما که از این عادت بشه، میشه از این استفاده بکنه. این بسیار یک پرنده اقتصادی هست به حساب. و هر کی هم میتونه که فرم داشته باشه؟
میشه مشکل نداره میشه یعنی ضرور نیست که فرمی که بسیار کلان کسی بسازه نظر به اون وضعیت میشه که یک نفر 2 تا 4 تا 6 تا نگاه بکنه این بسیار خوبتر و بهتر برش تمام میشه. بله و جایی که اینا نگاه میشن باید اونو مد نظر گرفته شود چون اینا بزرگتر شده میرن در جای خوردم نمیشه که یارو نگاه کرد. در اول که باشه وقتی که چوچه باشه جایش اگر خرد هم باشه مشکل نداره میشه در یک اتاق بعد از اون میشه کمی کلانتر شوه اما جای بیرون هم باید داشته باشه که در بیرون بره آفتاب بگیره و وقتی که کلان شد یعنی بعد از 6 ماهگی قسمی که شما میبینید در این ساحه آزادی اعلام شود صرف یک دانه سایبان برشان جور شود تا اینکه او مواد خوراکیشان زیر از نمو باشه که خراب نشه دیگه ایده نه در تابستان و نه در زمستان این دیگه به جای خاص ضرورت نداره یعنی میشه در جای آزاد در فضای آزاد اعلام شود اما یک چیز است که جایش هر چقدر که زیادتر باشه کلانتر باشه این خوش هستند به خاطر که این قبلا که یادآوری کردیم این یک پرنده صحرایی است خوش هستند که در جای فضا و ساحه کلان این اعلام شود این راحت‌تر است و خوشتر هستند. ما که یک دونه فارم جور کردیم باز میشه که همکاری کنین که ما در خدمتتان مشکل نداره. از موضوع اقتصادی بسیار خوب هستن اینا و اینجا دیگه هم شتر مرغ است اینا از اینا که خورتر هستن درست است؟ بله این از اون این سن از اینمیا و سن از اون دیگرها تقریبا یکی است این 15 و 16 ماهگی هستن این نو ایران میخواین که برای نسل گیری آماده بسازیم. بله بسیار عالی. خب عزیزا شما این قسم که میبینید چه تعداد زیاد شتر مرغا هستن که نیکپ من ظالمت شد ناق دست مدام چی بتم شما خیلی یک بار دستم پیش کنید که مطمئن شویم. خطرناک نیست. یک مورد باید نظر بگیریم که ما کوشش بکنیم که در جاهای که را نگهداری میکنیم و نسل گیری باشه از خود دورتر نگاه بکنیم به خاطر که نسبتا این خطرناک هم است یعنی خطرناک تمام میشه لغت میزنه وقتی که لغت زد حتی این باعث اوگار شدن نفر میشه اما اگر یک بار که نفر عادت شوه و این چوچه باشه این باز خطرناک نیست. بسیار عالی. عزیزا شما یک تصویر بیننده باشین از این شتر مرغا که خود کلشون قد بلند استاد هستن و صحبت های ما ادامه داره ما را همراهی کنین. خب عزیزا ما در جایی هستیم که اینجا امی چوچای شترمرغ است که البته از تخم بیرون شدن نو بیرون شدن بریم از نام یک دیدن کنیم ولی یک موضوع اینجا که باید ما اینجا اسپری شویم دقیقاً این پای باید اسپری شویم به خاطر که این چوچه است زودتر ویروس نگیره و مرض انتقال نشوه پایهای که اسپری و این بسیار خوب هم هست هم بر ما خوب است هم بر زمو چوچای شترمرغ که است بسیار ببخشن. تشکر. خب باشین کمی بفرمایین بیاین. اینا چقدر خرد هستن؟ ولی خب این چقدر هستن یا؟ این نو از تخم برآمده یعنی تقریبا از یک روزه شروع شده تا 15 روزه هست در اینمی اون کلاناش 15 روزه هست که خرداش یک روزه و 2 روزه و 5 روزه این میخواد نو از چی که میبرایه از تخم میبرایه بازیش بیاریم و اینا سرعت بزرگ شدن از جای زیاد است فکر کنم رشدشان یعنی سریع است. دقیقاً این بسیار زود رشد میکنه بسیار زود وزن میگیره اونو که شما دیدین او تقریبا 15 ماهه بود و این هم 15 روزه اگر مقایسه بکنیم بسیار زود رشد میکنه زود رشد میکنه و جای ازی باید نسبتاً متفاوت باشه باید ما حرارت مصنوعی برایشان ایجاد بکنیم که شما میبینید اونمو توسط گروپ ما حرارت برایشان جور کردیم
باید چون این حرارت به حیث مادر مصنوعی ازی هست، به خاطر که این چون ما از ماشین میبراید خود محبت مادری ندیده، از میکروب این نمایندگی از مادر مصنوعی برشان میکنه. این کلگی وقتی که یکش میشه باز میآید این میزیری گروپ کلش یک جای میشه، این یعنی نمایندگی از مادر مصنوعی برشان میکنه. علاوه بر از این در زیرش هم ما توشک برقی را ماندیم که زیرش هم گرم باشه و این هر روز پاکاری میکنیم. این هر روز باید پاکاری هم شوه، بسیار دقیق از نظارت شوه که اگر پاکاری حفظ الصحه مراعات شوه. این خانگاهایشون از چی هست اینا؟ نه این چون راه را بند کردیم که تا بیرون نبره، چون اینجا بخاری است، در بخاری خودت اوگار نکنه. و خوراکشون هم از این چیزی که هست میخورن دیگه چی از دانه است نمیفهمم. دانه برشان جور کردیم که تقریبا جوار و سیابین و جو و این چیزا را برشان میده کردیم، دانه را برشان کردیم. دانه از این میده هست نسبتا از اون کلانا باز از این کمی کلانتر میشه. بسیار عالی. هم چوچکایی است که گفتن از یک روزه و دو روزه رو تا 15 روزه است اینا که شما تصویر می‌بینید و سرعت رشدشان بسیار سریع است. اونایی که ما را بیرون دیدیم یعنی 15 ماه تا 15 ماه اینا قدر زود بلند میشن و کلان میشن. اینجا تخمایشان هم هست یا نه پیشتان؟ بله تخمش هم است و اورد ماشین هم میمانیم که میشه ما بریم از او هم یک دیدن بکنیم. بسیار عالی. پس میریم از اونها هم یک دیدن میکنیم، از ما را همراهی کنین. خب عزیزان ما در جایی رسیدیم که اینجا همین تخم‌های شترمرغ نگهداری میشه. میتونیم بگویمش فارم تخم‌های شترمرغ درست است؟ اینجا ماشین چوچکشی است. ماشین چوچکشی است. تخم‌ها نگهداری میشه. تخم‌ها نگهداری میشه. ما تقریبا درست گفتیم دیگه. بفرمایید که بریم داخل. و سلام علیکم. خوب هستین بخیر؟ اینجا باید ضدعفونی شویم؟ چون اینجا وقتی که در فارم رفتیم اینجا چون باید دقیق هم نگهداری شوه از این یک ضدعفونی بکنیم اگر اجازه تان باشه. بفرمایید هیچ مشکل نیست. خب این بوتای امروز ضدعفونی شو چبریم که یا خدا مرض انتقال پیدا نکنه. خلاص است؟ بیاین. خب اینجا بسیار ماشینا است. بله این چند و در هر ماشین تخم‌ها نگهداری میشه؟ بله چون اینجا میشه که در مورد ماشینا و چوچکشی‌هاش همکار ما همراه شما گپ بزنه. درست است درست. تشکر. سلام خوب هستین؟ علیکم سلام. بخیر هستین؟ تشکر. میشه خدای معرفی کنین؟ نوم مومن خان در کابل ولایت سبزوال صالح هستم. بسیار خوب. شما اینجا هر روز میباشین و از این تخم‌ها دیگه محافظت میکنین، کارشون رو پیش میبرین، اینا در ماشینا میباشن تمامشان؟ هر روز از اون تیم ماشینا انتقالم. خب برای ما بگین درباره این ماشینا اول بگین چه قسم ماشین است اینا؟ ماشینا خود دو قسمش دو رقم دی، یو سټر دا او یو ته هچر ویل کیږي. سټر چې دا که د شترمرغ هګۍ چې دا یو دوران پکې خودل کیږي چې هغه اته د شنه تر سالوي ورځې پورې پدې کې یو دوران تیری. بال د دینه به انتقالو هچر ته انتقالو هچر کې دریونه تر سالور 15 ورځې پورې دې کې پاتې کیږي. بال د دینه بیا چوچه وزي. د اونجا چوچهش اوجه میبره؟ چوچهش د اینجا میبره. ایره واز میشه که ما ببینیم یا اجازه نیست؟ اجازه است. اجازه است؟ که یک دانه‌شو ببینیم، یک تصویر داشته باشیم. در هر ماشین چند دانه تخم میباشه؟ تا 140 120 دانه میباشه. یعنی چند دانه است؟ دی 80 دانه است. 80 دانه. و این هم تخمای شترمرغ که از شما دیدین و اینجا چند دانه دیگه ماشین است. در تمام از اینا تخم است یا نه؟ نه امیال خودم یک دانش تخم است. در دیگرش نیست؟ نه در دیگرش هم نیست. خوب اینا چی مونده؟ این کسی نطفه نداره به این خاطر اینجا. یعنی خراب شده از بین رفتن؟ از بین رفت. از دور بندازنش؟ بخیر دور بنداز.
بسیار عالی. خب ازایی هم بود جایی که این ماشینا هستن و تخمالش نگهداری میشه، تخمای شترمرغ البته، که ما خواستیم از یک تصویر داشته باشیم، تصاویر بیننده باشین، ما رو همراهی کنین، صحبت های ما ادامه داره. خب عزیزا در این فارم شترمرغ البته اینجا گفتن که یک دو دانه یک آهو هم است، آهو که خورترک هستن، داخل هستن و من گفتم یک بار از میام یک دیدن کنم آهو رو. عزیزا خودتون میفهمین که در دست نمیاد، یعنی بسیار تیز است، ولی ما کوشش میکنیم که تصویر داشته باشیم ازش که میشه اونجا کمک پیش بری یک تصویر داشته باشه که اگه اینا بیرون هم شون. ببینین شما یک بار ای نه ایره دیگه نمیشم که بگیری یا استادش کنی. خب هموطنان عزیز، اینجا هم جایی است که امی گوشت شترمرغ در اینجا انتقال داده میشه و به فروش میرسه. بریم به داخل یک دیدن کنیم از گوشت شترمرغ. سلام علیکم. خب هستین بخیر؟ بفرمایید شما. اینجا مکمل دیگه گوشت شترمرغ است که به فروش میرسه؟ دقیق اینجا صرف گوشت شترمرغ به فروش میرسه، دیگه چیز نیست. شما قسمی که از فارم دیدن کردین اینجا نمایندگی فروششان است و این افتخار است برای ما که برای بریم که از قسمت هم دیدن کنیم. و این افتخار است که برای اولین بار ما در سطح کشور گوشت شترمرغ با بازار عرضه میکنیم، گوشت صحی و سالم. و گوشت شترمرغ چند است قیمتش؟ کیلو چند فروخته میشه؟ با اصل قیمتش 800 افغانی ما تعیین کردیم. باز ما یک تخفیف ویژه هم دادیم، میشه که وطنان عزیز ما از تخفیف ویژه ما مستفید شوند. خب که تخفیف داره یعنی؟ بله تخفیف داره. و چون بدل از اینکه میگن بسیار زیاد فایده داره، قیمتش نسبتا بالاتر است نسبت به دیگر گوشت. فواید صحی فوق العاده زیاد داره. هموطنان عزیز ما میتونه که ریسرچ بکنه، تحقیق بکنه در مورد فواید گوشت شترمرغ، خود خوب متیقن بکنه، بعد از ما در خدمتشان هستیم. بله 100%. از هم جایی است که گوشت شترمرغ به فروش میرسه. اینجا بسیار خوب منظم صحی نگهداری میشه. دیگه شما عزیزام که درباره فوایدش میتونین که معلومات بگیرین و بعد از اون خریداری کنین و نوش جان کنین. ما هم آمدیم که از اینجا یک دیدن کنیم عزیزا، تصاویر بیننده باشین، صحبت های ما هم ادامه داره، ما رو همراهی کنین. خب عزیزایی هم بود برنامه از معرفی بزرگترین فارم شترمرغ در کابل که تقدیم شما ایزان کردم. امیدوارم از داشته های برنامه ما لذت برده باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتان نشه. نظریات نیکتان را ایزا برای ما بفرستین. تا برنامه بعد شما رو به خداوند یکتا میسپارم. موفق باشین. خداوند نگهدار شما.